سلام بچه ها، چطورید؟ امیر که امشب هستم، خیلی خوش اومدید ویدیو جدید. امروز اومدیم با بازی من دوستم دو قسمت دوم، یعنی تا همین قسمتی که همین الان اومده. بریم ببینیم این قسمت چی میشه. اگه یادتون بشه که اگه قسمت اول رو پارت یک و دوشو ندید، برید ببینید که اصلا نیازی بدید. همین الان لینک دسکریپشن رو بزنید، دوتا لینکش تو دسکریپشن هست. برو ببین، بعد بیا سراغ این پارت که خیلی بازی خفن شده. بدون مطلبی بریم سراغ ویدیو. قبل از اینکه سراغ ویدیو رو بشیم دو لایک کنید، کامنت رضا برام بزنید، هر چی خواهد بپیوندید. بدون مطلبی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب شروع قسمت دوم. متوسط غذا بیا برات غذا آوردم. میدونید چند روز من دست و پا بسته اینجام. به خدا اگه به پلیس لوم داده بودی و زندون افتاده بودم تو الان حبسم تموم شد. ببینم فکر کردی چی هستی قناری؟ آخه چی داری که فکر میکنی دوست دارم اینجا نگهت دارم؟ ها؟ آخه خوشم میاد هر روز پاشم بیام اینجا برات غذا بیارم. خب منم همینو میگم نامسلمون. اگه خوش نداری اینجا باشم بازم کن بذار منم برم سی زندگی. شماها رفیقمو دزدیدین. خود نامردت میخواستی منو بکشی و کف همین مغازه چالم کنی، بعد میگی بازت کنم بذارم بری. رفیقتو گرفتیم که گرفتیم، تو هم خواستیم بکشیم که بکشیم که چی؟ خب حبسشو میکشم. آره داداش حبسشو میکشم. اصلا همین الان زنگ بزن پلیس بیاد. خسته شد. زنگ بزنم پلیس بیاد که دیگه باید تو خوابم فرامرزو ببینم. خدایا چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ زنگ بزن. یا الو. الو خود تو نمیتونی درست صحبت کنی؟ چی میخوای؟ با آقا صحبت کردم، موافقت کردن که جنس رو بیاری و اون دوست کله پوچت رو تحویل بگیری. از کجا بدونم بازم دروغ نمیگی ها؟ اگه اعتماد نمی کنی نیا. خداحافظ. نه قطع نکن. میام فقط بگو کجا باید بیام. ببینم اون اوراقی متروکه بیرون شهر رو بلدی؟ نه بلد نیستم، اما مهم نیست پیداش. خوبه، همین امروز پاشو بیا اونجا جنسرم با خودت بیا. فرمارز نجات بدید. باشه به آقا بهزاد سلام گرم منو برسون و بگو آقا بهزاد ما رو دور ننداز. جدا شد. قطع کرد. نشنی چی گفتی؟ هرچند اگه میشنیدم براش مهم نبود. خیلی وقت تو رو دور انداخته. آقا بهزاد خب حالا چی کار کنم؟ اگه همه اینا حقه باشه چی؟ اگه با جنسا برم اونجا بریزن سرم چی؟ بهتره اول بدون جنسا برم ببینم واقعا فرامرز اونجاست یا نه. اما اگه منو الکی از مغازه کشونده باشم بیرون بعد خودشو بیان جنسا رو بردارن، بهتره جنسا رو بردارم ببرم یه جا دیگه قایم کنم. آره اینطوری بهتره. میبرمشون. کجا میخوای ببر؟ نمیدونم، شاید ببرمشون. فکر کردی من احمقم که جاشونو پیش تو لو بدم؟ بهتره جنسا رو ببرم بذارم خونه فرامرز. آره اونجا جاش امنه. زیاد شد دمتون گرم. خیلی گرم شد. سلام آقا یاور، خوبی؟ سلام نازنین خانوم، خوبم. شما خوبی؟ نه آقا یاور، هیچ خوب نیستم. چه خبر آقا یاور؟ خدا رو شکر همه چی داره ردیف میشه. دارم میرم فرامرز رو بیارم. واقعا قطعا خدا رو شکر. بیادش براتون میذارم، یا فقط با یه روز فاصله یا یه ساعت فاصله. آره نازنین خانوم انشالله به زودی میادش خونه. من اینجا غم ندارم. دست شما درد نکنه آقا یاور، شما دوست خیلی. چوبکاری میفرمایید. من با اجازتون میرم یه سری کارهای عقب افتاده رو. چه کاری آبجی؟ فرامرز امروز باید میرفت برای تحویل سفارش میوه و شیرینی و خب از اونجایی هم که این اتفاق افتاد میخوام برم سفارش رو کنم. لازم نکرده آبجی، لازم نکرده چیزی رو کنسل کنیم. من بمیرم نمیذارم این عروسی عقب بیفته. حتما فرامرز رو میرسونم برام. اما آخه
آخه نداره آجی، فرامرز همه چیو به من سپرده. خودم دست شما درد نکنه آقای آور. چه حرف نازنین خانم، شما برید به بقیه کارهای عروسیتون برسید. ممنون آقای آور. برید به خب حالا باید جنسا رو بذارم خونه، بعدش برم. خب بکنم جنسا رو باشم خونه ها نمیپوشه اون بر اصلا اوزان نبود. خب الان با سرعت 8 تمقت یوبر با رسیدیم به این ما زارده مایی بیشتر بریم میوه رو بخونیم و کار دوست عقب موندم و اینا کار عقب مونده دوست دارم کار عقب مونده دوست دارم انجام بدیم کار دوست عقب مونده و شیری وقت بخونیم شیری بود شیری کلی بود وقتی یورو نمیشه اینجاست شیری کش اینجاست چرا همه چه خیلی وجود هستی خب اینم از سفارش ها. حالا دیگه وقتشه برم سر وقت این بهزاد نامرد. فقط خوب یادمه سری قبل که خواستم برم ببینمش یه آچار چرخ خریدم، فکر کنم تو مغازه است. بهتر متروکه آریم بود اصلا اینجا یادم میره آچار رو برداریم. میدونستم بالاخره آقا بهزاد راضیت میکنه بیای منو آزاد کنی. ممنونتم آقا بهزاد، ممنونت. چی داری میگی برای خود؟ نه مگه نفرستادتت بیاد؟ نه بابا هنوز نرفتم، تازه میخوام برم. اومدم یه چی از تو مغازه بردارم دست خالی. میدونی با چی بری اونجا؟ با چی؟ با من. بازم کن با هم بریم. آقا بهزاد وقتی ببینه منو آزاد کردی دلش به رحم میاد و بلا ملایی سرت. آره آخه نه که خیلی عاشقته، تو ببینته کلن. جون هاشم آزادم کن با هم بریم. نه اول باید برم فرامرز رو تحویل بگیرم. اگه آوردمش چشم میام تو هم آزاد میکنم، اما تو موقع مهمون پس لااقل دست و پامو باز کن یه قدمی بزنم تو مغازه. خوش شدم این قدیم گوشه افتادم. باشه حتما بازت میکنم، اما بعد از اینکه فرامرز برگشت. خب باید برم یه تاکسی بگیرم برم سراغ بهزاد نام. یه تاکسی اینجاست 10,000 تومن تاکسی بریم سراغ بهزاد. میبینم که اومدی. گفته بودم که میام. واسه چی دست خالی اومدی؟ جنسا کو؟ جنسا جاشون پیش من امنه. اول باید با فرامرز حرف بزنم. هر وقت جنسا رو بردی بردار ببرش، هر چقدر دوست داری باهاش حرف بزن، اما فعلا جاش پیش ما. فرامرز حالت خوبه؟ دوست کله پوکت نمیتونه حرف بزنه، زیر اون گونیه و دهنشم بسته است. پسره یه احمد زیادی حرف میزن. فرامرز اومدم نجاتت بدم رفیق، اومدم نجاتت بدم. خب حالا برو جنسا رو بیا. الان پیشم نیستم. ببینم منو مسخره کردی یا همین الان میری جنسا رو برمیداری میای یا دیگه هیچ وقت اون دوست کله پوکتو نمیبینی؟ نه میارمش، همین الان میرم میارمش. بهتره همین الان این کار رو انجام بدی. خدایا حالا چی کار کنم؟ اگه جنسا رو برم سراغ هاشم ببینم میتونم از زیر زبونش بکشم، ببینم کجا ممکنه فرامرز. این کو چطوری تونست فرار کنه؟ ای لعنت به تو هاشم، ای لعنت به تو. کاش محکمتر میبستم دست و پاشو. خدایا حالا چی کار کنم؟ انگار دیگه هیچ چاره ای ندارم. باید زودتر برم جنسا رو بردارم و برم پیش بهزاد.
سلام یاور. رشیده. آقا رشید، نازنین بهم زنگ زد آقا یاور، همه داستانو برام تعریف کرد. خیلی خوب شد اومدید آقا رشید. اتفاقا همین الان دارم میرم پیششون، جنسا رو بهشون بدم و فرامرز رو بگیرم. جنس؟ بسم الله، چه جنسی؟ عتیقه است آقا رشید، کل داستان سر این عتیقه. عتیقه های اونا دست شما چی؟ والا آقا رشید داستانش مفصله. بیاید الان بریم اونجا فرامرز رو نجاتش بدیم. تو راه همه باشه بریم. فقط آقا رشید من قبلش باید برم جنسا رو از تو خونه بردارم بیا. جنس؟ بسم الله. والا آقا یاور اسم جنس رو میارید من. بله آقا رشید لازمه، باید با اونا بریم پیششون. میخواد شما برید انتهای همین خیابون پیش تاکسیا وایسید من جنسا رو بردارم بیام اونجا؟ آره اینطوری بهتره، اینطوری بهتره. من رفت. خب زودتر جنسا رو بردارم برم که ببینم از اینا. حالا جنگی برم پیش آقا رشید که آقا رشید آماده اید بریم؟ آره یاور جون، بزن بریم فرامرز رو از دست اون ظالمان نجات. بودی از اون بگیم که فرامرز رو نجات بدیم. لطفا صبر کنید دوره قراره اتفاقا حساس بیفته. خب خیالتون راحت شد، اینم جنسا. حالا زودتر فرامرز رو آزاد کنیم. بیا اینم اون رفیق کله پوکت. چیه؟ فکر کردی خیلی دوست دارم و میخوام نگهش دارم؟ یا فرامرز جون بیا، بالاخره نجاتت دادم. خب ما دیگه میریم. امیدوارم دیگه هیچ وقت چشمم به شما دوتا کله پوک نیفته. الان آزادت میکنم. چی؟ تو؟ بازم سلام. خدایا فرامرز چقدر شکسته شدی. معلومه خیلی سختی کشیدی این مدت. کجا آقا رشید؟ این که فرامرز نیست. سلام هاشمم. تو اینجا چی کار میکنی؟ ببخشید آقا یاور من بیگناهم. از فرامرز کو؟ ببخشید آقا یاور اون بهزاد نامرد منو فروخت. درست حرف بزن ببینم چی؟ بعد اینکه از مغازه رفتی بهزاد و نوچش اومدن تو مغازه و منو آزاد کردن. اما آزاد نه، گونی کشیدن رو سرم و با خودشون بردن. بقیه مدت گونی رو سرم، اما لباسامو عوض کردن و شنیدم که میخوام به دقه بزنن و به جای فرامرز منو بدن. آخه اونا جنسا رو گرفتن دیگه، واسه چی فرامرز رو میخوام؟ نمیدونم آقا یاور، این بهزاد خیلی بدکینه هستش. شاید واقعا میخواد فرامرزتون رو ضربه‌نیز کنه. خدایا حالا چی کار کنیم؟ دیگه جنسام دستم نیست، دیگه دستمون به اینجا بند. حالا چی کار کنیم آقا یاور؟ یه کاری میشه کرد. من یه پیشنهادی دارم. همین مونده تو بخوای بهمون پیشنهاد بدی. یادت نره آقا یاور، بهزاد منو فروخت، منو دور انداخت. من دیگه تو زمین بهزاد بازی واقعا؟ آره آقا یاور، من خیلی آدم انتقامی هستم. تا حال این بهزاد و جا نیارم آروم نمیگی گیرم. بگو ببینم. این یارو رو دیدی که کنار بهزاد بود؟ نوچه‌شو میگم. من میدونم این کجا. واقعا؟ میدونی کجاست؟ آره تو یه مسافرخونه تو محلتونه. چند باری اونجا دیدمش. اون حتما خبر داره که فرامرزو کجا نگه میدارن. بعد پیشنهادم نیستا، بریم. خب حالا برنامه چیه؟ بذار من اول برم یه سرگوش یاب بدم مسافرخونه. تو هم هر وقت تونستی باش. حالا چی کار کنیم آقا؟ هیچی دیگه آقا رشید، بریم مسافرخونه ببینیم داستان این یارو چیه. میتونیم ازش حرف بکشیم یا نه؟ ای بسم الله، یعنی میخوای چطوری ازش حرف بکشی؟ شما باز لرزتون گرفت آقا رشید، میخواید اصلا شما نیاد.
نه نمیخوام شما دوتا تنها باش. والا با این رشه‌ای که به جون شما افتاده تنها بریم بهتره. شما بیاید بدتر تو دست و پامونی. باشه یاور جون پس با اجازتون بی خبرم نذاری یاور جون. چشم آقا رشید. اون ور اصلا اون ور من چون این وری میگم اون مسافر کنه کجاست؟ وارو به تمام صورت میتوی برای جون دوستش میتوی تلاش ولی عرق میزه دوستش. خب هی یاره موتوری بود. سلام چی شد؟ مست که یارو نیستش، یعنی هستش اما الان نیستش. یکم وای میسته میاد. خب باشه وای میستیم تا نه اینطوری نمیشه. اگه بیاد و ببینه ما اینجا وایستادیم که فرار خب میگی چی کار کن؟ باز بریم تو اتاقش. اونجا خیلی خوب میتونیم غافل گیرش کنیم. آره پیشنهاد خوبیه بریم تو. ها؟ برید تو؟ کجا به سلام؟ میخوایم بریم تو اتاق تا وقتی این یارو اومد بتونیم باهاش حرف. نه بابا دیگه چی؟ سختتون نشه اینطوری. اصلا وایسید یه اتاق 3 تخته بدم خدمت. ببین ما کارمون گیره. باش بریم تو. میدونم داستانو برام تعریف کردی اما نه ورود من یعنی راه نداره رامون بدی. چرا راه داره اما خب اینو زودتر میگفتی. بگو ببینم چه یا اینم پوله. زود جنگی بدون سر و صدا برید بالا. زودم کارتون رو تموم کنید و برگردید. باشه خب حالا چی کار کنیم؟ هیچی دیگه وای میستیم تا یارو بیادش. باشه وایسا یه صدایی داره میاد. فکر کنم داره میادش. آماده باش. شما کی هستید؟ تو اتاق من چی کار میکنید؟ ببخشید سرزده اومدیم خدمتتون. من جواب بازمان گرفته متاسفانه من شما رو خسته نباشی. زودتر از اتاق من برید بیرون. وگرنه چی به پلیس زنگ میزنی؟ اینا خوب اومدید. از جون من چه میخواد؟ فقط بگو دوست من کجا؟ کدوم دوسته؟ ببین یاور جون زبون این آدم ها رو من خوب بلدم. بذار خودم الان به حرفش میارم. فقط تو برو اون سفره رو بنداز تا من اینو آماده کنم. سفره میخوایم نهار بخوریم. نه نمیخواد. میگم بگو دوست من کجا؟ آخه اگه حرف بزنم آقا و اگه نگی کار آقا رو انجام میدیم. فقط فرقش اینه که یه شانسی داری که از دست آقا فرار کنی اما از دست ما نه. خدایا چیکار؟ زود باش حرف بزن. باشه میگم فقط اینجا نه. باید کمکم کنید از شهر برم. اونش به ما ربطی نداره. از من هیچی نمیگم. بیایید پوستم و بکن. باشه یاور سفره رو انداز. نه وایسا یعنی ببریم ترمینال و راهید کنیم بری به همون میگی فرامرز کجا؟ آره شما تا دم ترمینال با من بیاید. باشه خب بریم. نه بذارید من جدا برم. اگه یه وقت آقا بهزاد یا بقیه بچه آقا منو با شما ببینن که فاتحه هم خونده است. راست میگه تفلی. ببیننش که خدا آقا سفرشو میندازه. باشه جلوی ترمینال منتظرتون. خب برنامه چیه؟ هیچی دیگه میریم دم ترمینال اینو راهیش میکنیم بعد میام بریم دنبال حله کارت تموم شد بهم. چطوری؟ یه بالا پایین کنی تو همین خیابون پیدام میکنی. باشه اگه در نرفته در بایش بدبختیم تلگراف کنم اونجا بود اونجا رسیدیم
قسمت اول که تصیب شده تو براتون میذارم. فرار نکرده. خب اینم ترمینال. حالا به هم آره میگم، فقط قبلش باید به هم پول سفر رو بدی. چی؟ پول سفر تو من بدم؟ واسه چی؟ من جونمو به خطر انداختم تا همه چیو به شما بگم. بعد نمیخوای پول هنوز دستمزدم از آقا باشه بیا اینم پولت. حالا بگو ببینم فرامرز کجا؟ ممنون دوستتون فرامرز. اون بیرون شهر تو همون اوراقی ماشینا. همونجاست؟ کجاست؟ ندیدمش اونجا. انتهای اون اوراقی های انباریه، اونجا نگهش میداشته. خدایا فرامرز اونجا بود. باید زودتر برم سراغ. آقا ما که داریم فلنگو میبندیم، اما از من به شما نصیحت، شما هم قید این رفیقتو بزن و فرار کن از این شهر. برو. من بی خیال دوستم نمیشه. پس برات آرزوی رو در رو نشدن با آقا رو میکنم. امیدوارم هیچ وقت آقا رو نبین. خب انگار کاری ندارم دیگه، باید برم دنبال فرامرز. اوکی اینجا قشنگه، ولی من قبول میکنم که بره کامله. شما اینجایی؟ آره منتظرت بودیم. چی شد یا جای فرامرز رو پیدا کرده. کجا؟ تو همون اوراقی ماشیناست. یارو گفت که آخر اون اوراق. بیچاره. بیا زودتر بریم فرامرز رو باید هیچ کنم اینجاست؟ برای همه تو دعا کنم که هیچ وقت همچه شرایط قرار نگیرید. اینجاست؟ باید اینجا باشه. اما اینکه توش خالی. یعنی بردنه. خدایا حالا چی کار کن؟ گوشیم داره زنگ میخوره. الو سلام کله پو. بهزاد نامرد، فرامرز چی کار کردی؟ تو که جنسا رو گرفتی دیگه چه جون ما میخوای؟ اگه یه لحظه خفه بشی بهت میگم چی کار کنم؟ آقا از کارت خیلی راضیه، میخواد که یه کار جدید بهت بده، اما این کار با کارهای قبلی خیلی فرق. چه کاری؟ اینو دیگه من نمیدونم. آقا گفت که خودش همین روزا میاد بهت سر میزنه، منتظرش باش. آره منتظرش باش. اما آخه الو چی گفت؟ گفت آقا با هم کار داره، خودش میخواد بیاد. چی؟ آقا خودش میخواد ببینته؟ نمیدونم. خدا به دادت برسه، خدا به دادت برسه. اما دیگه نیستم، من نمیتونم با آقا رو در رو بشم. مگه آقا کی؟ آقا کی؟ خب حالا باید چی؟ هیچی آقا رشید، برمیگردیم شهر رو یه چند روزی صبر میکنیم تا آقا خودش با هم تماس بگیره. انگار کار دیگه ای هم نداریم. خدا خودش به دادمون بره. آده تاکی بازی نفت. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید و این گیمپلی کاملش رو گوشم بودم 23 دقیقه بود بازی. هر می‌خواستید لایک کنید فراموش نکنید. دوستان بعد خداحافظ.